کسانی که در شبکه یوتیوب نوارهای خود را میگذارند، یعنی بلاگر هستند، با دو طریق از شبکه یوتیوب پول به دست میارند. یکی از روی عدد تماشابینان، یعنی از روی عدد پرسموتر نوار که چقدر نوار را زیاد تماشا کنند همان قدر پول زیاد به دست میارند. دیگر از روی اعلان ها، یعنی از روی رکلامه هایی که با اجازت صاحب کانال از طرف شبکه در نوارهای آنها گذاشته می شود. برادری سوال کردند که آیا با این راه پول به دست آوردن در شریعت اسلامی اجازت است؟ الجواب بسم ملهم الصواب. به نظر بنده تفصیل جواب این سوال این است که پولی که از روی عدد تماشابینان، یعنی از روی عدد پرسموتر نوار به دست می آید، حلال یا حرام بودن آن وابسته به چگونگی نوار است. اگر نوار شامل پند و اندرزها و یا چیزی که در دین و دنیای مردم فایده آور باشد، پولی که از آن به دست می آید حلال است و اگر چنین نوارها را به نیت ثواب گذاشته باشد، ان شاء الله که اجر و ثواب هم به دست می آورد. اما اگر نوارهایی باشد که در آن زنان بی حجاب، ترغیبات بی حیایی، موسیقی، رقص و دیگر چیزهای حرام باشد و مثل نوارهای پریکالی که در آن تحقیر و اهانت به کسی و یا زنان نیم برهنه و هرزگویی است، پولی که از آن به دست می آید به شک و شبهه حرام است. اما در یوتیوب یا دیگر شبکه ها از روی رکلام پول کار کردن به هیچ رو اجازت نیست و حرام است، چون که آن در اختیار صاحب کانال نبوده در آن خواه مخواه زنان نیم برهنه و لوچ و یا دیگر چیزهای حرام نشان می دهند. در آن ترغیب به خریدن بعضی چیزهای حرام و غیره است که این یاری دادن به کار حرام و پهن کردن بی‌حیایی است که خداوند در آیه 19 سوره نور چنین نفران را به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرده است. و در آیت دوم سوره مائده خداوند بندگانش را از یاری دادن به کار گناه منع می فرماید. استعیذ بالله و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یکدیگر را به کارهای نیک یاری دهید و یکدیگر را به کارهای گناه یاری ندهید. پس وقتی که شما در کانال خود نوارهایی را پهن میکنید که در آن زنان به حجاب، موسیقی و دیگر چیزهای حرام است و یا رکلامه هایی که در آن زنان نیم برهنه نشان میدهند، اگر انسانی که این نوار شما را تماشا کند آیا گناهگار نمی شود؟ آیا این کار شما یاری دادن به کار گناه نیست؟ پس بلاگرهای محترم خوب اندیشه کنند که به خاطر پول اندک انبار گناه را به پیشگاه خداوند بردن عاقلانه به نظر نمی رسد. عاقبت این خیلی خطرناک است. والله اعلم بالصواب. یادمان باشد که کیشه ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود، هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر، دین حق را هدیه آورد سوی ما،